9 شب شد اینا داشتن 2 ساعت دو خودشون رو میزدن. خواستم به این حالت میزن یه چند وقت دیگه میتونم شونه بکشیم. خواستم به این حالت میزن به این حالت نمیزن بیزیزی میشه بستر میشه. دوباره اینجا یک کشیم نورمال میتونیم یک تیکه موی جدا کنیم گوش بدیم و همینجا بعد دیگه موها رو روش بیاریم سوار کنیم. ولی من مو رو بپیچم چون که میخوام بعضی بیارن جلو و دوتایش میخوام بیارن جلو بهتره که گوش بدیم چیز واپس کنیم. الان میدونم سخت میشه نه؟ ببینید گوش بدیم دوباره کمرش گوش بدیم دوباره گوش بدیم این صافه ساعت شروع کنیم. آخرای کلاس همه خسته در حال جمع آوری مدلاشونو ولی زدن قشنگ. یه کوچولو از نمونه کارهای بچه ها هم بگیرن. یه کوچولو من برم جلو عزیزم ببخشید. آفرین خوب زدن واسه روز اول که اصلا بابیلیس رو نگرفتن دستشون خیلی عالیه. شقایق جانم همچنان پشت کار عالی پر انرژی از صبح تا حالا اومده دیگه. هم خیلی خوب زدیم بچه لاین هایش رو سعی کنین که در آورده چقدر تمیز در آورده مرتب. آفرین من خدای عزیزم یک تا نزورم میگم ولی اینجا شکمک چپاک اشکال نداره دفعه اول گفتیم بابلیس هم آره فردا دوباره باز این یه مدل دیگه قبل از اینکه اصلا مدل جدید بزنم اینا 1.5 ساعت وقت داریم 1.5 ساعت چند دیگه شعار کرده بیاره نه همین فرصت بکنم از شروع نظر
خب دوستای عزیز، مدل رترو مدل امروزمون بود دیگه. امروز بچه ها زدن دیگه، خیلی خوب پیش رفتن واسه جلسه اول، خیلی خوب پیش رفتن. اینم که مدل روز اولمون بود. از هنرجوهای عزیز یه مصاحبه کوچولو گرفتم که روز اول خوب بود براتون، بهتر بود، مدلش آسون بود یا روز دوم یا روز سوم. بعد همه دیگه دوستانا و هنرجوهای زهره جان مثل نرزیا جان هستم، ولی وقتی میبینم که خانوما سر صبح اول وقت میان هنرجوهایمون با ذوق و شوق و خیلی وقت زهره جان توضیح میده، فوکوس مونن، تمرکز مونن و با یه دقت خاصی کارهای زهره جان استفاش رو انجام میدن و نتیجه کارش رو میگیرن با ذوق و شوق دوباره برمیگردن سمت خانواده‌شون. خیلی از نتیجه کار راضی میشن و خوشحال و خستگی از جان ما در میشن. با خدا شکر هنرجوها راضی بودن و امروزم بهره کامل از وقت براشون مثبت بوده، آموزنده بودن دیگه. امروز روز سومه، خانم‌ها کوشش می‌کنن دوباره تیکه بگیرن ولی اشون روز چهارم و پنجم دیگه دنبال کنید ما رو عزیزان. راجع به آموزش‌های امروز روز سوم کلاس هاست. بچه ها راضی بوده؟ بله!